الله رب العالمین از شما سه چیز دوست می‌داره و سه چیز بد می‌بینه. یعنی سه چیزی ما را سوال‌هایی می‌دهه که تماما همون سوال‌ها ضرورت نیستند. بنده نفس و شیطان و دنیا نباشیم، بنده پول و مال نباشیم، بنده خواهشات نباشیم. چنانچه که متاسفانه امروز اکثر امت اسلام رو می‌بینی گروه به گروه، عقیده به عقیده، رویه به رویه جدا شده است. شرع گردانان می‌دونی برادر عزیز چیه؟ در وقتی کار پیشینه قضا میکنی کو کار در برابر عبادت خدا شرع گردانده ایستاده ای. در کنار جناب پیغمبر همه قریش نبودن، همه مکگی نبودن، همه عرب نبودن. ما ناراضی میشدن، میگفتن این پروردگار ما اهل علم بودیم، عبادت میکردیم، درس میگفتیم، نصیحت میکردیم. خداوند اسرافکارها را دوست نمیدارد. در قرآن ما را امر کرده است که یک انسان در یک جا میشینه میگه در فلان جا چنین گپ گفت یا اینکه چنین گفتن. فقط کاری مردم خبر بردن و خبرکشی و خبرچینی و شوراندازی و فتنه اندازی شده است. اینجا یک برادر عزیز مسئول کرده که سلام علیکم استاد جان، حدیثه که خداوند از سه چیزی ما راضی می شود و سه چیزی ما را بد می بیند، التماس معنا می کردید. اکنون برادر عزیز ما چنین روایت داریم که این حدیث مسلم است، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است. حضرت فرمودند که ان الله تعالی یرضی لكم ثلاثا و یکره لكم ثلاثا. گفتن الله رب العالمین از شما سه چیز دوست می‌داره و سه چیز بد می‌بینه. یعنی سه چیزی ما را خداوند دوست می‌داره و سه چیز بد می‌بینه. حضرت گفتن سه چیزی که دوست می‌داره، حضرت فرمودند فیرضی لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. سه چیزی که خداوند از ما امت اسلام دوست می‌داره، یکمی از اون این است که ما فقط و فقط پروردگار را به یگانگی عبادت کنیم، فقط بنده او باشیم، سرمون نزد هر شخصیت خم نباشه. یعنی که فقط معبودی بر حق، خالقی بر حق، صاحبی واقعی و حقیقی الله رب العالمین بدونیم، توکل به او داشته باشیم، از او بترسیم، هر چیزی که طلب داریم از او فقط طلب کنیم. یکم چیزی که خداوند از ما دوست می‌داره این که او الله رب العالمین ما عبادت کنیم، بنده او باشیم، بندگی او را به جا بیاریم. ولا تشرکوا به شیئا، یگان چیزی را در برابر الله رب العالمین شریک نگردانیم. دویم چیزی دوست می‌داره، یکم دوست می‌داره که بندگیش کنیم، بندش باشیم. دویم دوست می‌داره که یگان چیز در برابر عبادت و بندگی پروردگار شریک نگردانیم، فقط و فقط یعنی بنده او باشیم، بندگی او را به جا بیاریم، به سوی او یعنی دست برداشته از او طلب کنیم. و سوم چیزی که خداوند از ما امت اسلام دوست می‌داره، حضرت گفتن و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و اینکه همه ما امت اسلام در رسمان خدا مفسرها گفتن این قرآن خدا هست، بعضی از مفسرین البته را گفتن دین خدا هست. یعنی که ما همه مؤمن و مسلمان در دین خدا، در قرآن خدا چنگ بزنیم، همه یک جایه باشیم، مثل یک جسم، یک جان، یک تن باشیم و تفریقه و پراکنده و پریشان نشویم. چنانچه که متاسفانه امروز اکثر امت اسلام رو میبینی گروه به گروه، عقیده به عقیده، رویه به رویه جدا شده است. یعنی که چنین نباشیم. رب العالمین دوست می‌داره که ما همه یک جا. در قرآن میگه انما المؤمنون اخوة، مؤمنها برادر هستند. المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. یعنی الله دوست می‌داره ما همه یک جای باشیم، یعنی جدا نکنیم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. جناب پیامبر حدیث مبارک شونه این مولانا در نظم آورده، جناب پیامبر گفته ما آمدیم که مردم همه را به همدیگر وصل کنیم، به همدیگر جمع کنیم. ما وقت تاریخی زمان دور جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوانیم، در کنار جناب پیغمبر همه قریش نبودن، همه مکگی نبودن، همه عرب نبودن. سلمان فارس بود، بلال حبش بود، صهیب رومی بود. از یعنی تمام دنیا در کنار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه جمع زده بودن، همه یک جایه بودن.
به خاطر که احساس بیگانگی نداشته باشند، جناب پیامبر میگفتن ای سلمان اهل بیت و سلمان من آل البیت، سلمان اهل بیت من است. حضرت بلال میگه ای بلال بخی ما را راحت ببخش، از آن بگو از صدای تو ما راحت پیدا میکنیم. به چه خاطر؟ به خاطر محبت در جمعیت در بین همدیگر زیاد شده. الله بزرگوار این سه چیز از ما دوست می داشته است. یکم بنده او باشیم، بندگیش به خوبی به جا بیاریم، بنده نفس و شیطان و دنیا نباشیم، بنده پول و مال نباشیم، بنده خواهشات نباشیم، فقط و فقط بنده الله باشیم. دویم چیزی که دوست می داره این است که ما در برابر عبادت و بندگی الله، در برابر اطاعت و فرمانبرداری الله یگان چیز شریک نگردانیم. شریک گردانان میتونی برادر عزیز چیه؟ در وقتی کار پیشینه قضا میکنی که کار در برابر عبادت خدا شریک گردانده ایستاده ای. شریک گرداندن در برابر امر و فرمانبرداری پروردگار یک گناه و معصیت کردن است. رب العالمین این چیز از ما دوست نمیداره. و سوم دوست میداره که ما همه در دین خدا، در قرآن خدا چنگ بزنیم، یک جایه باشیم، همه مثل یک جسم، یک تن، یک جان، مثل یک فرد، یک نفر باشیم. این سه چیز الله رب العالمین از ما بنده هاش دوست می داشته است. و سه چیزی که دوست می داشته بد می دیده است: و یکره لکم قیل و قال و کثرت السؤال و اضاعت المال. سه چیزی که خداوند از ما زیاد بد می دیده است، یکی از اونها گفت و گفتند که متاسفانه این بسیار است. یک انسان در یک جا میشینه میگه در فلان جا چنین گپ گفت یا اینکه چنین گفتن. فقط کاری مردم خبر بردن و خبرکشی و خبرچینی و شوراندازی و فتنه اندازی شده است. این چیز الله از ما بنده هاش بد میدیده است. وقتی یک انسان یک جا شید گویا که در فلان جا بودیم فلانی فلان گفت، مثلا به خاطر در بین دو گروه یا اینکه دو شخصیت جنگ انداختن، خفکی انداختن، جداگی انداختن، وقتی سخن یک انسان به یک جا را بردن، ایرا خداوند حتی در قرآن معنی کرده است که ولا تجسسوا، شما یعنی سخنچینی نکنه، جاسوسی نکنه، سخن یک کس برای جنگ انداختن، برای یک کس به یک کس جدا کردن، زید انداختن به یک جای دیگر نبرید. پروردگار بد میدیده است در صورت حالتی که ما در یک جا نشستیم بگیم که فلانی چنین گفت یا اینکه فلان جا چنین گفتند. این چیز بد میدیده است. و کثرت السؤال، بسیار سوالی بی معنا کردن. مثلا حالتی میشه انسان در یک جا میشینه، یک انسان یک سوالهایی میده که تماما همون سوالها ضرورت نیستند. مثلا یک بعض انسان ها هست که حضرت آدم قدش چند متر بود، چه کار میکنه قد حضرت آدمه؟ تو سوال کن که در نماز چی چیز فرض است، ضروریات ایمان و دین چی است. یک چیزی را بپرس که برای منفعت و برای فایدت باشه. سوال زیاده که معنا نداره این پرسیدش یعنی رب العالمین بد میدید است. اصل سوال باید به خاطر اصلاح باشه. یک انسان مثلا یک مسئله را نمیدانست، یک کار را نمیدانست که گناه است، بد است، ناخوب است، تا وقتی نادانستنش براش عذر بود و معذور حساب میخورد، گناهش اون قدر گران و وزوین نبود. اما وقتی که فهمید، وقتی که دانست، یک کس پرسید که همین مسئله چه خیلی است، وقتی گفت که گناه است، نادرست است، معنی است، وقتی که دانسته انجامش داد، خیلی یعنی گناهش بزرگ است، عذابش سخت است. حتی ما روایت داریم در روز قیامت وقتی خداوند اهل علم ها را، عالم ها را مؤاخذه میکرده، سختگیری میکرده، اونها را حکم برای عذاب میکرده است، اینها را ناراضی میشدن. میگفتن این پروردگار ما اهل علم بودیم، عبادت میکردیم، درس میگفتیم، نصیحت میکردیم. رب العالمین با سوی اینها خطاب میکرده، میگفته لیس من یعلم کمن لا یعلم. میگفته امروز برابر نیست عذاب و جواب شخصیتی که میدانه با او شخصیتی که نمیدانه. یعنی انسانی میدانستگی جوابش سخت‌تر است، عذابش سخت‌تر است، پرسشش چقدر سخت‌تر است. به همین خاطر رب العالمین زیاد سوال کردن هم از بنده بد میدیده است، یعنی دوست نمی‌داشته است. و سوم چیزی که رب العالمین از ما بد میدیده است و اضاعت المال،
مال چقدر صرف و خرج زیاد کردن که متاسفانه امروز اسرافکاری ها خیلی زیاد هستند، چی از محفل و معرکه ها باشه چی از دیگر امروز اسرافکاری خیلی در جامعه زیاد است. خداوند اسرافکارها را دوست نمی‌داره. در قرآن ما را امر کرده است که کلوا واشربوا ولا تسرفوا، شما بخوره بنوشه اسراف نکنه، چون که الله رب العالمین اسرافکارها را دوست نمی‌داره. یعنی که مال در راه بد، در راه گناه، در راه معصیت، در راه اسراف صرف کردن، ایچ الله رب العالمین از بنده دوست می داشته است. به این خاطر هر انسان باید که یعنی حد داشته باشه، چقدر احتیاط کنه، چقدر احتیاطکار باشه. یعنی که این سه چیزه الله رب العالمین از بنده هاش بد می دیده است.